اگه تو هم از اون دسته آدمایی هستی که زیاد به شمال سفر میکنی، پیشاپیش ازت عذرخواهی میکنم بابت این داستان واقعی و ترسناک. کسی که این داستان رو تعریف کرده دوست نداشته به هیچ عنوان اسم و عکسی از خودش و دوستانش یاد بشه. داستانی که قصد دارم برات تعریف کنم در دل جنگل‌های شمال ایران رخ میده، جایی که طبیعت زیبا و قشنگ اون ناگهان تبدیل به صحنه‌ای از وحشت میشه. اسم این جنگل دالخانیه که در میان مردم محلی به عنوان یکی از ترسناکترین نقاط شناخته میشه. داستان رو براتون روایت میکنم از زبون کسی که جزء این گروه بوده و این اتفاق براشون افتاده و این شخص اصلا دوست داشته اسمی از خودش و دوستانش یاد بشه. شب بود و هوا به شدت مه‌آلود. گروهی از دوستان تصمیم گرفتن که برای ماجراجویی به دل جنگل دالخانی بزنن. یکی از آنها که به جنگل آشنا بود گفت: من بچه این منطقه‌ام. اینجا هیچ چیز برای ترس وجود نداره. آنها با خنده و شوخی مسیر را ادامه دادند، اما به تدریج صدای پرندگان و حیوانات قطع شد و سکوتی عجیب همه جا را فرا گرفت. یکی از دوستان به شوخی گفت: شاید جنها دارن ما را نگاه میکنن. همه خندیدند، اما در دلشان حسی از نگرانی نفوذ کرده بود. ساعت از نیمه شب گذشته بود و مه غلیظتر شده. نور چراغ قوه نمیتوانست بیش از چند متر جلوتر را نشان دهد. آنها بعد از حدود 1 ساعت پیاده‌روی به درختان قدیمی رسیدند. یکی از بچه‌ها گفت: این درخت رو میشناسم. توی افسانه‌ها میگن که زیر این درخت یک جن زندگی میکنه. ناگهان از پشت درخت صدایی به گوش رسید. صدایی که انگار کسی داشت نفس میکشید، اما خیلی سنگین و عجیب. همه متوقف شدند و به طرف درخت خیره شدند. ناگهان سایه‌ای از پشت درخت عبور کرد. صدای خشخش برگ‌ها بیشتر شد. دوستان به سرعت شروع به دویدن کردند، اما مسیر گم شد. چراغ قوه‌ها یکی یکی خاموش شد و آنها در تاریکی و مه گرفتار شدند. در حالی که دوستان وحشت زده به دنبال راهی برای خروج از جنگل بودند، یکی از آنها فریاد زد و به زمین افتاد. او میگفت چیزی نامرئی دستش را گرفته و نمیگذارد که حرکت کند. دیگران سعی کردند به او کمک کنند، اما چیزی به شدت قوی او را به سوی تاریکی میکشید. هیچ اثری از آن موجود دیده نمیشد. فقط صدای خندیدن و نجوای نامفهوم در فضا پیچیده بود. بعد از چند ساعت وحشت دلهره، آنها تنها 3 نفر از گروه اولیه بودند که توانستند از جنگل خارج شوند. آنها هیچ وقت نفهمیدند چه بلایی سر دوستشان و هیچ وقت جسدش را پیدا نکردند. من نیما، اینجا هم کانال خودتونه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. مرسی که ویدیو رو لایک میکنید، کانال رو سابسکرایب میکنید. اگه ویدیوی بعدی دوست دارین راجع به هر چیزی که باشه براتون بسازم، ممنون میشم توی کامنت ها نظرتون رو بهم بگید. فعلا خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشید که وارد جنگل های شما بشید، چون این داستان بر اساس یک واقعه اتفاق